احمد و جواد از بچگی با هم رفیق بودن. توی یه محله بزرگ شده بودن. توی یه مدرسه درس خونده بودن و حتی توی یه دانشگاه قبول شده بودن. هر دو بعد از فارغ التحصیلی دنبال کار گشتن و بعد از کلی تلاش بالاخره داخل دو تا شرکت مختلف مشغول به کار شدن. درآمدشون تقریبا برابر بود اما طرز فکرشون نسبت به پول و زندگی کاملا فرق داشت. احمد همیشه دنبال زندگی لوکس و پرزرق و برق بود. دوست داشت تو چش باشه، لباسای برند بپوشه، گوشی و ساعت گرون قیمت دستش کنه و هر جا میره بقیه تحسینش کنن. از اون طرف جواد همیشه به فکر آینده بود. اون میدونست که اگه امروز درست تصمیم میگیره چند سال بعد نتیجهش رو میبینه. احمد به حال فکر میکرد اما جواد به آینده. همین تفاوت باعث شد مسیر زندگیشون کم کم از هم جدا بشه. اولین حقوقی که تو حساب احمد اومد انگار دنیا رو بهش داده بودن. سری رفت و یه گوشی جدید خرید. گوشی قبلیش هم هنوز سالم بود ولی میگفت باید بهترینش رو داشته باشم. آدم باید به خودش برسه. بعد یه مهمونی ترتیب داد و همه دوستاش رو دعوت کرد. ولی آخر ماه دید چیزی از حقوقش نمونده. اصلا براش مهم نبود چون قرار بود ماه بعدی دوباره حقوق بگیره. چند ماه بعد به این فکر افتاد که یک ماشین میخره. نه یه ماشین معمولی بلکه یک مدل گرون که وقتی تو خیابون میره همه بهش نگاه کنن. البته پولش کافی نبود اما وام گرفت و یه عالمه قسط رو دوشش افتاد. احمد هیچ وقت به بدهی فکر نمیکرد. میگفت آدم باید با کلاس زندگی کنه. قسط که چیز مهمی نیست. همه دارن قسط میدن. ولی مشکل اینجا بود که این قسط‌ها کم کم بیشتر شدن. هر ماه یه چیزی به بدهیاش اضافه میشد. گاهی حقوقش قبل از اینکه به حسابش بیاد خرج شده بود. با این حال تغییری توی سبک زندگیش نداد. هر وقت احساس خستگی میکرد با دوستاش میرفت کافی شاپ‌های گرون، آخر هفته مسافرت‌های لوکس میرفت و وقتی پولش کم میشد قرض میگرفت. اما جواد از همون اول یه دفترچه برداشت و شروع کرد به حساب کردن دخل و خرجش. تصمیم گرفت هر ماه 1% از حقوقش رو کنار بذاره. میگفت پول فقط برای خرج کردن نیست، باید یه جا بذاری که برات سود بیاره. اولین کارش این بود که هزینه‌های اضافی رو کم کرد. لباسای ساده و شیک میپوشید اما ول‌خرجی نمیکرد. گوشی‌اش را تا وقتی که سالم بود عوض نکرد. ماشین نخرید بلکه با یک موتور ساده رفت آمد میکرد و پولی که بقیه برای قسط ماشین میدادن اون پس‌انداز میکرد. جواد وقتش رو تلف نمی‌کرد. وقتی احمد توی اینستاگرام و تلویزیون دنبال سرگرمی بود، جواد کتابای اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌خوند. یاد گرفت که چطور پولش رو توی بورس و بیزینس‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنه. کم کم شروع کرد به خرید سهام و بعد از یک مدت سود خوبی گرفت. بعدش رفت سراغ یه ایده کسب و کار اینترنتی و یه فروشگاه آنلاین راه انداخت. زندگی جواد پر از هیجان بود ولی نه از نوع ولخرجی بلکه از نوع پیشرفت. 5 سال گذشت. احمد و جواد همچنان دوستای صمیمی بودن ولی زندگیشون زمین تا آسمون فرق داشت. احمد همچنان بدهی داشت. هر ماه بخش زیادی از حقوقش صرف قسطای عقب افتاده میشد. ماشینش دیگه اون جذابیت سابق رو نداشت ولی هنوز کلی قسطش مونده بود. به خاطر هزینه‌های زیاد مجبور بود بیشتر کار کنه اما بازم دخل و خرجش جور در نمیومد. هیچ پس‌اندازی نداشت و هر وقت یه خرج ناگهانی پیش میومد مجبور بود وام بگیره یا قرض کنه. جواد سرمایه‌گذاری‌اش جواب داده بود و حالا چند برابر حقوق اولیه‌اش درآمد داشت. یه خونه شخصی خریده بود بدون که وام بگیره یا زیر بار قسط بره. دیگه لازم نبود مثل قبل کار کنه چون پولش براش کار میکرد. یه ماشین خریده بود اما نه با وام بلکه با سود سرمایه‌گذاری‌هایش. علاوه ذهنی و روحی آرامش داشت چون نگران آینده نبود. یه روز احمد و جواد بعد از مدت‌ها همدیگه رو دیدن. توی کافه نشسته بودن و حرف می‌زدن. احمد یه نفس عمیق کشید و گفت داداش من هر چی کار میکنم بازم کم میارم. هر ماه قسطا رو میدم چیزی برام نمیمونه. به نظر چه کار کنم؟ جواد لبخندی زد و گفت مشکل اینجاست که تو فقط خرج کردی. بدونی که فکر کنی پولت داره کجا میره. پول نباید فقط خرج بشه. باید یه جا باشه که برات کار کنه. احمد کمی فکر کرد و با حسرت سرش رو تکون داد. اون شب خیلی به حرفای جواد فکر کرد. برای اولین بار تو زندگیش فهمید که باید مسیرش رو تغییر بده. تو زندگی دو تا راه بیشتر وجود نداره. میتونی مثل احمد باشی، ولخرجی کنی، تو لحظه لذت ببری، ولی آخرش همیشه تو استرس و بدهی غرق میشی. میتونی مثل جواد باشی، امروز برای تفریحات گرون روی آینده‌ات سرمایه‌گذاری کنی و بعد از چند سال راحت زندگی کنی. پول یا تو رو کنترل میکنه یا تو اونو کنترل میکنی. انتخاب با توه.